گرگ همیشه گرگ میزاید و گوسفند همیشه گوسفند. فقط انسان است که گاهی گرگ میزاید گاهی گوسفند. به فرزندان خود در کودکی شیر سگ بدهید تا شاید در بزرگسالی وفا را از سگ بیاموزند. بچه‌های شما خونه شما رو فروختن؟ بله، امضای من رو جعل کردن و خونه من رو فروختن. با بچه‌ها اختلافی داشتین؟ اصلا. چرا این کارو با شما کردن؟ وقتی روح آدم شیطانی میشه به مادرش که چی به خودم پشت میکنه. بزرگترین گناه بچه‌هاتون رو چی میدونید؟ ببینید، وقتی شما کسی رو جسمشو میکشی قصاص داره، اما وقتی روح یک انسان رو میکشی قصاص نداره و این بدترین نوعشه. بچه‌ای که مادرش رو اذیت میکنه یا هر کسی دیگه که اذیت میکنه، اگر طرف سکوت میکنه سکوتش از ضعف نیست، میسپره به اوی که بالا سره. اون وقت روزی تمام این حرفا رو خدا سرش فریاد میزنه. اونجا چی میخواد جواب بده؟